خب دوستان سلام و درود. گرانقدر باز دوباره اومدیم به کپکست. خوش اومدیم به یک گفتگو گفتگو خودمونی. ساعت جدی 12 و 20 دقیقه است حاجی. بچه‌مون چشایی بگه تازه می‌خوایم بریم بعدش پابجی بزنیم. آره یک گیمر همیشه شبان میشه. دوستان عزیز یه سوال من میخوام اضافه کنم همین اول کاری. بگو عشقم. چرا گیم شبا بیشتر حال میده؟ خیلی چیزا شب بیشتر حال میده. خب نه دیگه، حالا به بقیه چیزا کاری نداریم ما، ولی واقعا شب صبح گیم الان کافی بیشتر حال نمیده شب. نه فیلم صبح بیشتر حال میده. شب. بیشتر حال میده. فیلم بیشتر حال میده. بیشتر حال میده. چون تاریک هوا. دو چرخ سواری مثلا. تاریکه و کار نداری دیگه. موتور سواری تو شب خیلی بیشتر حال میده. نمیپذیرم همه چیزا، ولی خب یه سری چیزا مثل گیم واقعا شب بیشتر حال دوستان میده. گیمر عزیز، من به عنوان یک سوپر گیمر ازتون سوال دارم. تو سوپر گیمر مایی؟ آره. جدی آقا، جدی سریسلی، بازی که تا آخر عمر اگه قراره بهتون بگن یه بازی یه گیم تا آخر عمر باید پلی بدین، یعنی یه استیم دارین شما یا هر یه چیز دیگه، فقط یه گیم. این سوال از اون سوالی که روی چیز بشینی کیک بخوری یا رو کیک بشینی چیز بخوری سخت‌تره حقیقتا. دو تا دو. هیچی. پلی تایم الان من میرم هیواگل میگه 2 تا 2 دیگه. زیر 100 ساعت پلی تایم. من پلی تایم هیواگل رو الان در میارم تو استیم دارم. زیر 100 ساعت. خب من حق انتخاب دارم هر گیمی. آره دیگه راست میگه. فضول شما چون آقا یعنی شما میگی یه گیم رو تا آخر عمر می‌خوای بازی کنی، حداقل 4 که پلی تایم داشت. راست میگه، انتخاب شخصیه. خب 2 تا 2 هیواگل میگه 2 تا 2. تو چی؟ من که دیگه دوستان میدونن دیگه کانتر تو استرایک. داداش دیگه زندگی کردی کانتر استراک، از این به بعد یه تنوعی بده دیگه. آخه واقعا دیگه من فکر میکنم مثلا 1% بخوام به جز کانتر استرایک به گیم دیگه فکر کنم، مثلا پابجی رو واقعا دوست دارم. یا بازی استراتژیکی هم جدیدن بچه‌ها جدیدن اسکواد عجب گیمیه. من تازه آشنا شده با اسکواد. اسکواد باحال. و آره کانتر. مغز آدم اذیت میکنه. و دلیلم دارم واسه کانتر، یک رفیقام همه اونجان، گیمی که واقعا خوش میگذره، فیلتر نیست، پینگ من خوب بگم میده. چرا بازی میکنم دو چون هم دوست دارم جدیدن. بعد همین تنها گیمیه که میاد با من بازی میکنه. دو تنها نیستن و 2 تا 2 دوستن دیگه. خیلی عالی. ولی 2 تا 2 جزو گیماییه که واقعا پینگ توش تاثیر کمی داره. آره چون اینش خیلی خوبه. ایمی که مثلا اون سبکی نیست. مثلا این نداره کلا. فکر کن تا آخر عمرت شوتینگ بازی کنی روانی میشه آدم دق دق دق. ولی اگه تا آخر عمر کسی که 2 تا 2 و کانتر رو بازی کنه قطعا اون آدم کسخل میشه. آره جفتشو با من هم. مثلا 50 سال کانتر بازی کنم، تو 50 سالگی احتمالاً مثلا یه الان مانیتور رو مثلا دارم گاز میزنم یا همچین آدمی میشم. تبدیل آقای کایل شما نگفتی 47 میشه. من بین واقعا و 2 تا 2 موندم. اگه واقعا یه گیمی باشه 2 تایی ولی که توی زندگیم، خب نه اگه یه گیمی باشه تو زندگی من یه زمانی بازی میکردم به خاطر درآمدش واقعا، ولی اگه واقعا به خاطر کنترلش آورده نورمون خاموش شد. اگه واقعا به خاطر خود بازیش بازی کنی خیلی از 2 تا 2 خفن تره. من به اصلا این دانجن زدناش ایناش خیلی حال میده، مخصوصا با رفیقا که بری اصلا فوق العاده است. تو مثلا من همین اکیپو وارد دنیایی میشی دیگه. ببین اصلا همین اکیپو تصور میکنم تو وو، مطمئنم توی هیچ بازی به اندازه وو بهمون خوش نمیگذره. این خوشگذرونیش ولی مطمئنم. وو یه چیزی نداره به نظرم، اون حالت کامپتیشن رقابتی نداره. داداش خب تو تجربهش نکردی این ماجرا رو. رنگ نداره. ببین دانجن حالا من برای بچه‌ام یکم توضیح میدم، یه حالت گیم حال شاید بکنین دیگه، بعضی نمیدونن. کلید داره، مثلا از کلید 1 میاد، از کلید 1 که نه فکر می‌کنم، از کلیدای فکر کنم 8 اینا کلید تازه کلید دار میشه، حالا یکم فراموش کردم، ولی تا کلید 21 داره. مثلا تو 21 رو بخوای بزنی همون دانجنه، ولی یه اشتباه یه نفر از این 5 نفر باعث میشه کل تیم بمیره. بعد دانجن تایم داره، یعنی تو اون تایم بعد تو این دانجن رو تموم کنی و بزنی.
بعد هر سری آیتم قوی‌تر مثلا بعد انقدر بزنی تا یه آیتم خاص رو دراپ کنی. بعد کاراکترت اصلا میشه مثل بچت، اینو بزرگش میکنی قشنگ فوق‌العاده کامپتیتیوه. کردم میدونم دقیقاً چه جوریه. خیلی کامپتیتیوش جزو سخت‌ترین کامپتیتیواست واقعا، چون هماهنگی عجیب غریب میخواد بین اعضای تیم، خیلی حال میده. سوال بعدی اون این میشه گیم و فان دوست دارین یا رقابتی، کامپیتیشن به قول خارجی؟ من بخوام این قضیه رو بگم واقعا قدیم خیلی رقابت میکردم، حال میداد. الان هم رقابتیه. الان رقابت نه فشار گیم، مثلا میگم من الان شاید فشار بخورم تو گیم ولی تو اینو درک میکنی فشار گیم فرق میکنه. اون فشار مثلا گیزی نیست، میدونی فشاری میاد ببین بینش چی به نظر من خودم آخه همینم. ببین مثلا هم گیم رو دوست دارم مثلا بشینم بازی حال کنم، بده بهم جدیه، مثلا نه اینکه رو صندلی اینجوری بشینم مثلا دس مچ بزنم، نه بشینم بازی کنم. ولی اونجوری هم که مثلا بچه‌ها حالا کانتر پلیر هستن، بچه‌های دیگه تو همین یوتیوب یا اونا مثلا خب میشینن تمرین ایم میکنن، اینا مثلا میرن تو اف پی ال بازی میکنن اینا. اونجوری من خودم دوست ندارم، یعنی نه وقتشو دارم که روزی 8 ساعت بشینم ایم بزنم، ولی بینش هم دیگه هم فانه برادرم. آره به نظرم منطقی ترینش همینه. من کلا گیمو خب خیلی دوست دارم، ترای هارد کردن بهش میگن، یعنی سخت بشینی تمرین کنی اینو دوست دارم. ولی لعنتی تو ایران خیلی سخت نتیجه میگیری. فورتنایت اون موقع این کارو من میکردم، تو چند تا مسابقه اینا هم رفتیم دیگه، ولی همیشه سر پینگ اذیت میشدیم، هیچ وقت هیچ ساپورتی چون نیست. آره انگیزه‌ای نیستش. قضیه دقیقاً تو ایران یه خورده این که بعد خودت بعد دیگه دست به کار شی داداش. اگه بخوای مثلا کامپوزی کنی یه چیز دیگه بود. من خودم هم سوالش رو اینجا نوشته بودم، خودم واسم مثلا باحال بود این که آدم خب هممون از بچگی گیم زدیم دیگه. مثلا من ایوگل از 4 سالگی که نه 6 سالگی گیم میزدیم. آره. ولی میخوام ببینم به نظر شما حس گیم زدن تو اون موقع با الان چقدر فرق داره؟ این احساس میکنم آجی حس همه چی با اون موقع تا الان فرق داره. نه من خیلی به این قضیه فکر کردم، خیلی بیشتر حال میده. من خیلی به این جریان فکر کردم که تو بچگی تویی که فرق داری، زیاد گیم ها فرقی ندارن، مثلا همه چی بهت بیشتر حال میده. که به نظر من میگن آره گیم های قدیم خیلی خفن بودن، من اینو قبول ندارم. مثلا تو بیای جی تی ای مثلا عکس مثلا پی اس 2002 رو میذارم، بعدا میگن یادش بخیر چقدر یا کانتر 1 و 6. قطعا سی اس 2 از کانتر 1 و 6 از هر نظر بهتره. ولی سن پایین دغدغه آدما به نظرم اون گیم رو دوست دارن، دلیلش اینه که حس اون گیم فرق داشت. وگرنه داشت تو الان جی تی ای جدیدو چجوری می‌خوای مثلا با جی تی ای شما از هر نظر بهتره دیگه. مثلا شاید بیشتر به خاطر این سنت یکم مثلا میره بالا، یکم نمیتونی همه وجودت تو اون گیم غرق کنی. آره مثلا یه بخشی همیشه نگران میمونه اینجا، این وسط کاره رو باید برسم، این مسئولیت‌ها هست، انتظارها هست. مثلا مخصوصا یه حالت اون یه خورده مثلا فوکس میکنه رقابتی طوره، واقعا از اون دنیایی که هستی خیلی خارج میشه قشنگ. یعنی وارد اون مانیتور میشی، ولی تو بچگی انگار مثلا شبیه چی بهت بگم، مثل وی آر میذاری. به نظر من بچگی اینجوریه، انگار مثلا تلویزیون شبیه وی آر میشه دیگه، دور تلویزیون رو نمیبینی. میشه میگم انگار وارد، حتی مثلا شاید یه گرافیک مثلا در حد سگا و پلی استیشن 1 مثلا اینا بود، ولی بازم مغزت انقدر دستته دقیقاً با تلویزیون 60 هرتز تخمی، ولی وی آر قشنگ به نظر من اون حسش. شما این مانیتور لامپیا رو داشتین نه؟ قبلا این لامپی ما داشتیم، بعدم اینجوری بود، بعد فلتش اومد، اینقدر مانیتور بود فلت شده بود، اونا دیگه باز با کلاس بود خوب میشد. بعدم من یادم یه دونه بابام از این چیا گرفته بود اون موقع، مثلا مثل بلوکات بود یه همچین چیزی بود، میذاشتی مثلا روش مثلا چشت اذیت نمیکرد، ولی مثلا نورای آبی و خاصایی اونو چند سال داشتیم، ولی من خودم همیشه میندازمش بالا بودم بذار حال کنم ولش کن. ولی بابا میومد سریع میگفتن خیلی چشم اذیت، ولی واقعا پدر چشو در میاد. آره بابا من به خاطر همین ضعیف شد چشم دیگه. من و محمود دقیقاً سر همین قضیه کامپیوتر همش اینجوری تو کامپیوتر بودیم، مثلا 8 ساعت میشستیم نان استاپ بازی می‌کردیم.
واقعا یادش چش کاسش در میومده فاتحش خوندیم دوران شد. بچگی دوران زیبا کرد. ما ایواگر البته فکر کنم ویدیو قبلی هم گفتم دسته رو میکندیم میدادیم به ایواگرلو. آره این همه برادرها این کارو میکنن. دست خرابه همیشه دست، ولی محمود هیچ وقت نمیتونه سر من گول بماره. من که 4 سال بزرگتر بود عجیب تو این چیزا زرنگ بودم. پسر نمیتونه گول پسر قشنگ نمی‌بینه. دخترها گول می‌خورن. آره دخترها گول میخورن. آره دیگه آخه ایواگرل هم بچه بود اون موقع، خورده سنش هم 4 سال بود. شما پسرها خب نه تو 4 سالت بوده. آره دیگه 4 سال خیلی راحت گول میخوره. دقیقاً. خب دوستان فکر می‌کنم برای امروز کافیه یه گپ و گفتی زدیم. چند دقیقه گپ و شد به گفت نظر؟ نازک. آره. گپ و گفتی کوچک. چند مدت بچه‌ها یه همچین ویدئویی میذاریم، حالا نظرتون رو بگین، مثبت منفی. ویدیو قبلی رو که دوست داشتن دوستان، ویدیو قبلی نظر مثبت رو داره و همین دیگه. بریم تا بعدی. ای والا See you boys. You guys. هادی نگهدار.